حکایت زیبا از مولانا و شمس تبریزی. میگویند روزی مولانا شمس را به خانه‌اش دعوت کرد. شمس پس از دیدن وسایل پذیرایی پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده‌ای؟ مولانا که از این خواسته حیرت زده شده بود گفت: مگر تو شرابخوار هستی؟ شمس گفت: بلی. مولانا پاسخ داد: من از این موضوع خبر نداشتم. شمس گفت: پس برایم شراب بیاور. مولانا از آبرو و حیثیتش سخن گفت، اما شمس اصرار کرد. مولانا از سر ارادت شیشه‌ای را زیر عبا پنهان کرد و رهسپار محلی نساری شد. وقتی مردم او را دیدند شایعات پیچید. جمعیت به دنبالش را افتاد. در جلوی مسجدی که مولانا امام جماعتش بود، یکی از رقبای او عبا را برداشت و از دوش او کشید. شیشه پیدا شد. مردم فوراً قضاوت کردند. حتی تهدید به قتل ممکن بود. در همین لحظه شمس آمد. شیشه را باز کرد. به همه نشان داد که آنچه که در آن است سرکه است، نه شراب. رقبا شرمنده شدند و مردم پشیمان. شمس رو به مولانا کرد و گفت: من شراب نمیخواستم. فقط خواستم به تو نشان دهم آنچه به آن مینازی سرابی بیش نیست. احترام عوام سرمایه‌ای زودگذر است. پس بر چیزی تکیه کن که با تغییر زمان از بین نرود.